اولا جریان حجاب و پوشش از ابتدای آفرینش مطرحه. یعنی شما میبینید که چه در تورات و چه در قرآن صحبت از اینه وقتی آدم و حوا میوه ممنوعه رو میخورن و به اون شجره ممنوعه نزدیک میشن، قریب به اون میشن، خدا اولین بلایی که سرشون میره چیه؟ پوشش رو ازشون میگیره. یعنی شأن انسانیت از نگاه دینی در پوشش خلاصه شده. اگر قرار باشه که بی پوششی نشان هویت و تمدن باشه، حیوانات بسیار بسیار از ما متمدن ترن. این سه نوع حجاب رو آورده، شما میتونید ببینید. این حجاب بورکا، این نوع حجاب با نقاب که میگه فقط چشماشون دیده میشد، این هم حجاب اسلامی معمولی که شما ببینید از همش چیتره آسونتر گرفت اسلام. والله بالله اسلام از همین آسونتر گرفت، بعد اینا فوشش هم به اسلام میدن. خیلی جالبه. این حجاب باز یک خانم یهودیه، این روبروی دیوار ندبه حجاباشون رو ببینید قدیم سرینا چون نشونم. این حجاب بورکا چادر درست همین الان در اسرائیل، همین الان حی حاضر این حجاب مال اسرائیل. نه اسرائیل تل آویوه، میگه تهرانه، یکی میگه میرداماده. برو میرداماد این شکلیه. حضرت مریم در تابلوهایی که اینا نقاشی کردن این شکلی بوده. آرام آرام از قرن 19-20 به بعد این نامردا شروع کردن برهنه کردن حضرت مسیح تا جایی که این برهنگی رو به ناکجا آباد رسوندن. یعنی واقعا بی احترامی و بی حیایی کردن. ببینید اینا مسیحی ان، والله بالله اینا مسیحی بودن، اینا مسیحی. این پوشش خدمت شما عرض بکنم یک زن ایلامی، پوشش ایلامی است که در کتاب مقدس هم خواهم این کشیش هرمز میگه در کتاب مقدس کلمه ایلام یعنی ایرانی. هزاره سوم پیش از میلاد این پوشش یک زن بوده. ببینید سر پوشیده، بدن هم پوشیده. این پوشش زن هخامنشی که شما میبینید تمام بدن پوشیده، در روی سری، البته مال اشرافشون ها. بعد اینا خیلی دقیق هم نیست، یعنی آوردن در مبناش که تو تاریخ بوده خود شبیه اون آرایش کردن و گفتن مثلا این خانم میتونه باشه. و اون سبزی که بر روی کل اندامش انداختن چادره. در یک زن اشکانی یا دوره پارتی میشه دیگه. ببینید تمام پوشیده، اصلا شما پای این زن نمیبینید. برعکس اسلام من حجاب راحت تر کرد. به زن گفت اجازه داری بیا بیرون. و بعضی از اینا اصلا اجازه بیرون داد اومدن هم به زن نمیدادن. در خود آیین هخامنشیان فکر نکنید فقط ادیان ابراهیمی است، نه خیر. اصلی ترین بحث اینه که وقتی شهوت میاد وسط عقلانیت میاد. به خاطر همین جایی که عقلانیت محض غرب ازش انتظار داره اجازه جو شهوت رو بگی به هیچ وجه نمیده. به عنوان مثال من چند تا دانشگاه اینا تون براتون میخونم تا ببینید چیه. دانشگاه ایالتی آرکانزاس امریکا استفاده از لباس‌های کوتاه، سوراخ‌دار، خمره‌ای و بدننما ممنوعه. دانشجو موظف موهای خودش رو تمیز کنه، مرتب سیبیلاشو کوتاه نگه داره. اینجا ماشاءالله سیبیل دارن تا بیخ گوش نداد دانشگاه می‌بینید. کوتاه و هیچ نوع سبک مو یا استفاده از زینت آلاتی که جلب توجه کنه مجاز نیست. کی اینو تشخیص میده؟ یه کمیته هست تو دانشگاه. میگه به تشخیص من تو داری جلب توجه می‌کنی، برو کنار. ببینید رک بهتون بگم، به هیچ وجه من الوجوه شما اونجا نباید مودتون بر دانشجو بودنتون غالب بشه. یعنی اولین چیزی که از شما دیده میشه علم و عقلانیت شما باشه. بگن دانشجو خوبه، نگن اون پسر مدل فلانیه. فقط عقلانیت، ذره تشخیص بدن. داری حواس پرت میکنی، برو به کارت، برو خونتون عزیزم. تعهد میگیرن موقع دانشگاه. این اگه میخواید برید تو دانشگاه ها، چون دانشجو خارجی هم بعضن میگیرن، نوشتن شرایطشون رو، شرایط پوششیشون رو خودتون برید بخونید. کلاتینو یک کتابی هم شده. حالا من اینا رو از اون کتاب استخراج نکردم و جای دیگر گرفتم. دانشگاه آکسفورد انگلستان، دانشجویان باید لباس مصوب دانشگاه را بپوشند و از پوشیدن لباس‌های باز و بدننما و مدل‌های افراطی مو خودداری کنند. لباس زنان نباید پشت باز یا بدون آستین، تنگ و بالای زانو باشد. ضمناً بالا بردن خط ریش، گذاشتن ریش بزی و خالکوبی برای دانشجویان پسر غیر مجاز میباشد. دانشگاه گریلویل شمالی امریکا، استفاده از پیراهن و بلوزی که بخشی از شکم را نمایان می‌سازد. تاپ‌های تنگ، لباس از جنس حریر یا تور، جلیقه بدون پیراهن مجاز نیست. در این دانشگاه رنگ کردن مو، آرایش کردن، رنگ کردن مو ممنوعه برای حتی پسرا.
در این دانشگاه رنگ کردن مو، آرایش کردن و استفاده از زیورات و آلات غیر مجازه و به دلایل امنیتی استفاده از لباس و شلوارهای بگ هم مجاز نیست. چون گشاده میتونن چیزی توش قایم کنن ببرن بیارن، اونم مجاز نیست. از اون برم هست. اینو ببین در ترکیه هم همینه. مثلا در کالج برات میشه پوشش نباید باعث حواس پرتی اشخاص و مانع تمرکز آنها بر روی درس شود. یک کلام کل ماجرا رو گفته. اگه باعث حواس پرتی بشه، الان تو دانشگاه من خودم دارم میبینم دیگه، وای میستین جلو میبینی این ور داره نگاه میکنه، اون یکی اون ور داره نگاه میکنه، با این حقیقتیه دیگه. دانشگاه مدیریت مهاریشی اینجا خیلی جالب، اینجا میخواد مدیر پرورش بده. ببین چه جوریه. هدف در دانشگاه مهاریشی آن است که دانشجویان به شیوه مدیران و مدیران ارشد لباس بپوشند. از اول باید یاد بگیری یعنی مدیر لباس بپوشی. دامن و پیراهن‌های زنانه باید حداقل تا زانو یا زیر زانو برسند و به حد کافی بلند باشند. لباس‌های بندی کوتاه و نیز پیراهن‌های رکابی مناسب نیست. موی دانشجو باید از یک رنگ متعارف و طبیعی برخوردار باشد. همچنین پوشیدن لباس‌های لی، شلوارک و پیراهن‌های بدون آستین مجاز نیست. ما واقعا اگه بخوایم مثلا شلوار لی رو تو دانشگاه راه ندیم، فکر کنم 70% آقایون برگردن از برخی از دانشگاه. واقعا دیگه همینه. خب برای چی اینو بریم بپرسیم، خود غرب بپرسیم، تو که همه چی اوپن کردی چرا اجازه نمیدی؟ چه اتفاقی میفته مگر این شلوار لی داشته باشه؟ این شلوار لی چشه؟ برید خودشون بپرسید. اینا والا بلا اینا جمهوری اسلامی نیستا، این آمریکاه، این انگلیسه، این ترکیه کشور بغلمون که لایکه. مثلا به این دانشجو میگه عزیزم این نوع پوشش تو برای محیط دانشجو مناسب نیست، فکر می‌کن گیر سیاسی داری بهش میدی. آخه بعضیام به دلایل سیاسی برخورد کردن، خراب کردن کارو. اینش هم هست، این حقیقتی باید بگیم. اما خب این خیلی بده، این خطرناکه. اما این حجاب و پوشش مخصوص خانم ها نیست. حجاب گفتیم باید در گفتار باشه. متاسفانه بی‌ادبی در مردان در زبان بیشتر از خانم هاست، خیلی بیشتره. شما تو خیابون داری می‌بینید دو تا آقا دارن ممرد میشن، هر چیزی که لایق خودشونو بلند دارن به شوخی همینجوری میگن میخندن. رکیک‌ترین فحشا و حرفا رو دارن میزنن. خدا نکنه دو تا مرد دعواشون بشه تو خیابون. یه خوردم چاک دهن نداشته باشن دیگه. فحشای ناموسی بارها میگه آقا با ناموس مردم دارن رد میشن، خب مراعات کن آقا فلان. به هم در خانم ها پیش میاد خیلی کمه، مگه اینکه اون زن دریده باشه دیگه، که اصلا ما اون دیگه اسم زن روش نمیذاریم چون زن شأن داره. اصلا بی حیایی متاسفانه در مردا بیشتره، چون حیا در زن بیشتر، ما مردا غیرت بیشتره، در خانم ها حیا. گفتیم بی حیایی علت بی حجاب است، یکی از علت‌هاش حداقل اینه، اما علت اصلیه. خدا اول به مرد گفت نبین، بعد به زن گفت بپوشان. خیلی جالبه، آیه قرآن اول به مرد میگه نگاه نکن، بعد به زن میگه بپوشان. استدلال هم میتونم برای شما بیارم، استدلال آنچنانی. اصلا گیریم زن نپوشونه خودش. کجایی؟ شما مرد مسلمانی که رفتی امریکا، رفتی تو کشور اروپایی، اونجا چیکار میخوای بکنی؟ خدایا چون نمیپوشانن من دیگر لاجرم به جهنم میروم. نه خیر، بیجا کاری سرتو بنداز پایین. یغضوا من ابصارهم، نبین سرتو بنداز پایین. برای چی گفتن؟ سخته خدایا، سخت باشه. مگر این خانم با این لباس تو تابستون سختش نیست؟ تو هم سختی بکش. مثلا انسان به اینه که همینجوری ول بخواد بشه که حیوانه که. پس اگه گیریم زنا رعایت نکنن، تو رعایت کن، تو حیا کن. نمیشه چشمی که هرزگی میکنه بگه اللهم ارنا طلعت الرشید، خدا به من نشون بده اونو ببینم، متا ترانا و نراک، که باشه تو ما رو میبینی ما هم تو رو ببینیم. نمیشه، مگه میشه؟ این چشم هرزگی کرده، این نمیتونه ببینه، این لایق دیدار نیست. ما توی بحث تولید پوشاک اقتصادی ورود پیدا نکردیم. الان شما برید یه لباس سنتی ایرانی قشنگ بخرید 350,000 تومان پیاده میشید. 200-300,000 تومان پول یه لباس زنونه است. مانتو داره اون 10 تومان. خیابون دماوند ساعت 2:30 شب میومدیم دیدیم مانتو چیده کنار همدیگه روی رگال گذاشته، گفتن چنگ و 3 تومان. نه پول دکمه‌اش نمیشه. بابا حضرت رسول میفهمن، میگه وای بر اون قومی که اون چیزی رو که میپوشن خودشون نبافته باشن. چادر نمیدونم چیک کره، هم الگانس نمیدونم ژاپن نمیدونم فلان، من نمیدونم اینجوری دارم میگم. خب خیلی بده. آخه من میخوام ببینم به غیر ما کجا چادر سرشو میکنه این نوع چادر رو، چون ژاپن داره واسه تو میزنه. خب بیت خودت کارخونه‌شو بزن، تو خودت بیاد مدل‌های قشنگ و جدید برای جوان ارائه بده، چون بیاد بخره. چرا نخره؟ مرض داره نخره، از خداشه، از خداشه که به شأن دینی و ملی خودش رو نشون بده. این همه ما دانشجو داریم میدیم بیرون، دانشجو طراحی لباس،
دانشجو خیاطی، این همه جوون مستعد، این همه بازار بزرگ. بابا من نگاهم به اینه ما باید پوششمون رو جهانی کنیم. بگن این لباس ایرانی، الان دیدید رو سرش اینجوری میگه لبنانی میبنده. یعنی چی؟ یعنی این جا افتاده این نوع پوشش مال لبنانیاست. تو چی ارائه کردی؟ بابا این کشور کم فرهنگ داره، کم عمق فرهنگی و دینی و علمی داره. دانش اگر در ثریا باشد، حضرت رسول گفت ایرانی‌ها میکشنش پایین. هنر نزد ایرانیان است و بس. بیاد آقا ارائه بدید، بذارید اون اروپایی بگه عجب لباس ایرانی، بذار عربی بگه باریکلا خدا خیرشون بده. من زن محدود بودم تو این لباس، باریکلا ایرانی‌ها یه لباسی طراحی کردن که من میتونم راحت‌تر کارم رو انجام بدم. از حجاب مسئله بزرگ نسازیم. وقتی اینجوری صحبت کنید پس همه نهادها باید کار کنن، بعد ولش کن. چی آقا شروع کنید، هر کس خودش رو شروع کنه. هر کدوم از ما باید میدونید مثل کدوم دانشجو میشه؟ دانشجویی که امتحانش میاد بررسی میکنه میگه هیچ کدوم نخونده چیکارش میکنه؟ حذفش میکنه. صورت مسئله رو حذف نکنید. ببینید صورت مسئله رو حذف میکنه، امتحان رو کلا چیکارش میکنه؟ حذف میکنه. وقتی مشکلات بزرگ نه خیر آقا کاملا میشه، حتی میشه تو 2-3 سال نتیجه گرفتن مورد حجاب و عفاف و حیا، به شرط اینکه همه جا بیان پاک کار، بسم الله بگن، همه مردم شروع بکنن. پدر مادر بفهمن بابا این پوشش داشتن حیا برای بچه خودت خوبه. دختر 13-14 ساله تو نمایشگاه قرآن بیاد به مشاور بگه که من چندین مرتبه خاطرم رفتنم 11 بار چقدر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم، بابام خبر نداره. دوست پسرم منو برده تو خونه فلان، دیگه از اون موقع به بعد اینجوری شروع شده. مشاور ایشون داشت برای من میگفت. برای چی؟ پدر مادر نمیدونه بنده خدا. او اگه بدونه اگه آموزش ببینه چه خطری داره، الان شما پدر مادر رو بگید آقا نگاه کنید، شما میرید موبایلتون تعمیر کنی، رم گوشیتون رو ندید. کسی هست بگه این عجب آدما اینا به خاطر مسائل سیاسی این کارو میکنن فلان و بهمان؟ هیچ کی نمیگه، میگه راست میگه. حرف حسابه. اگه آموزش دید منتها چی خودش فهمید دیگه. خودش انقدر ببینید چند نفر خودکشی کردند، ببینید چند تا برادر خواهراشونو کشتن، ببینید چند تا آقا بابا پسر داداش دختره بلند رفتن پسر رو کشتن. مراقب باشین. فقط اینو به شما میگم، خدای شاهد و ناظر ماست. حکایت شیشه‌های رفلکسه. از اون ور وایساده تو حیاطو داری میبینیش، خبر نداری دست و دماغش میکنه، کار آره ناشایسته انجام میده، اما تو داری اونو عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. همین الان داره حاضر و ناظر بر ماست. مراقب حرفامون باشیم، مراقب گفتارمون باشیم، مراقب کردارمون باشیم، مراقب باشیم. آقا امام صادق میگه مسلمونو به نماز و روزش نمیخواد بسنجی، چون ممکنه نماز و روزه عادت طرف شده باشه. راست میگه، وهابی هم نماز میخونن روزه هم میگیرن. میگه مسلمان را به امانت بشناس. برادر عزیزم، اون خانمی که تو خیابون داره میره امانت ناموس شیعه است، او امانت امام زمانه، خیانت نکنی. خواهر عزیز من، تو مسئله رفتار تو مسئله اجتماعی است، خیانت نکنی به جامعه امام زمان، کاری نکنی گناه غیر شیرین به حساب تو نوشته بشه. 10 تا پسر نگاه کردن تحریک جنسی شدن، برن خدای نکرده خود ارضایی بکنن، گناهش به پای تو نوشته میشه. آش نخورده و دهن سوخته سا، گناه غیر شیرینه، خدا نمیگذره، حق الناسه، خدا بگذره این پسره همون دنیا یقتو میگیره. تو جامعه باش، به جنگ، اما بذار اول انسان تو را ببینند، جنس تو نبینن، مثل گربه که دمشو سیخ میکنه دنبالت نیفتن، نگن عجب چیز خوبی بود، نگن عجب دافی، نگن عجب فلانی، بگن عجب انسانی. این برای خودت خوبه، والله بالله نه تو رو تو گور من میذارن نه منو تو گور تو.